ما با موقعمون نه، موقع با ما فخر کند. مردی که همه چیزی دانسته‌اش را به همسرش میگوید، معنای آن را دارد که چیزی کم میداند. مردی آن است که در پنهانی از عمل کردن آن شرم کنی، چنان که آشکارا در عمل کردن آن شرم میکنی. مرد که دوست داشت دیگر همه زنها در پیش چشمش ارزشی ندارد. مرد را با والدین و خویش و تبارش قیاس مکن، آنها را او ترجیح نکرده است. مرد خواستگاری همه‌مان است. هر یک تولد نشانه از مرد و هر یک مرد نشانه از تولد است. از رحم مادر آمدیم به بازار، یک کفن میگیریم و بر میگردیم به مزار. معلوم نیست که مرگ ما را در کجا انتظار است. بهتر آن است که ما مرگ را در همه جا انتظار شویم. مرگ نابودی ابدی نیست، تبدیلی مکان است. هر یک انسان مرگ را می چشد، اما هر کس با هر خیل مزه می چشد. یاد مرگ قلب را تازه می کند و انسان را از دنیا و اهل دنیا نجات می دهد. مرگ حادثه و تهلکه بزرگ است، اما انسان آن را نمی داند. مردن فلاکت نیست، آن چیزی که بعد از مردن می آید فلاکت آن است. مرگ را فراموش کردن دلیل سیاه شدن قلب است. چاره یگانه بیمرگی مرگ است. مرگ برای مومن هدیه است. مزارها را زیارت کنید تا مرگ را به یادتان آرد. هر یک تپش دل آواز قدم اجل خویش است. خواب را مرگ سبک و مرگ را خواب وزدین دان. خدا و مرگ را هرگز فراموش مکن. در وقت خواب مرگ را زیر بالشتت و در خیستنت در روبرو گردان. شخصی را که اجلش رسیده باشد، یگان حیلت چاره‌اش نمی‌گردد. غایه اساسی فلسفه به انسان آموزاندن مرگ است. مرحمت. خلق را با خلق نظر کننده غضبش می‌کند. خلق را با حق نظر کننده با آنها مرحمت می‌کند. مسئولیت. همه کس به قدر امکان‌هایی در دست بوده‌اش مسئول است. آموخته‌ات را در حیات تطبیق نما تا فایده به دست آری، وگرنه به مثل بارکش علم از حیات می‌روی. روز آمد و برای آن روزهایی که گریستم باز گریه کردم. یک فرد ایماندار و غایه‌دار از 1000 نفر بی ایمان و بی غایه افضل‌تر است. شخصی که دالان خانه خیش را تازه نمی کند، حق شکایت کردن از بامی برفالوده خانه همسایه ندارد. شخصی که منصب را می خرد، بهر برطرف کردن مصرف راه ها می کوبد. بار دیوها را مورچه ها کشانیدن نمی تواند. شخصی که در دنیا نان خود را نمی یابد، روسیاه دوست و مسخره دشمن می گردد. کار این روز را به فردا مگذار، زیرا فردا روز عاجزان است. یا راه یاب یا راه کشا و یا از راه برو. از وظیفه آموزاندن دیده دوست داراندن وظیفه بهتر است. حس مسئولیت از ایمانداری